یه روز گفتم که دختری خاله یه روز بیام من حوض دارم حوضای موهی دارم یاد داری؟ ها باید نه انا که حوضای موهی رو بی مایه چیست شیر مایه تاجیکی فهمیدی مهمونا که اومدن در مهمونا مایه شیر مایه بریان میکنن میخرن تماشا میکنن عصباشون آرام میکنن میرون مایه شیر مایه فهمیدی تماشا که حوضای گفته بودم که یه وقت دارم انا که اینجا بیا حوضی کلو ندیدی همه ایلا و طولا و همش ریبیان و سازن اونو خیلی باید ماهی دیگه ولی نمیشه فراموش کنم گل ماهی فهمیدی انم جودا انم خیلی ماهیه دیجا فهمیدی انا که بیا با این حوض ای ها من 3-4 حوض دارم 900 تن ماهی دارم 900 تن انا نگاه که انا اینجا را دیدی انا اینجا همه میدونی چیه ماهی لقا ماهی انا میکنم که کلوشینی کلوی کن حالا که ایسا بیکن ترکی خنکی که هسته بخوای لایا دا و چیزا دا بجا میشنازی میشتو دا کم خروق میکنم نمیشه هاشون دیده بده میشه واز ایجا نیشان بیتم اخی فهمیده که اینجا لقا ماهی اینجا سازن گل ماهی اینجا شیر ماهی فهمیده که انا که من گفتم که یه روز بیا تماشا میکنیم یه روز بیا نشان تان میتم ها گفتی یه روز بیا تماشا میکنیم یه روز بیا نشان میکنیم اینا آمدم بخیر یگان ماهی بریون نمیکنی بخیره ماهی یگان ماهی؟ ها اینجا لقا ماهی اونجا شیر ماهی خیلی یگان چگیر بریون آخه گوش که مرا همه ماهی گفتی بریان کن همه ترا دیگ اوورده نه روغن آورده نه دیدی در چی بریان کنم با تم تاینه اینجا دیگ در کرا اینجا دیگ در کرا روغن در کرا که یاره بریان کنیم بخرن مقصد اینه بریان نکده نمیشوه هازی همین اینه میگیری شای میکنی مقصد همه کن چکو میکنی؟ او چه مزم زنه؟ چی با؟ بگم دیگ روی کناخی دی اونا بکش چی با؟ بی عقل بی فراست دلوی اونو می دیگه نگی چی با؟ خوزی مایه میبرین سنگ شپت میکنم بگیری سلام علیکم سلام علیکم نغزی سازی نشه مسازن شما پرنده را تماشا داری آه چه پرنده خسروانه بی کاو برو بود شما بازی دوستان چی داشتیم آه بی باشه بی چه خسروانه شما هم جای چی با؟ نه پرسیدم عیب نیست من به کار من مرغا را تماشا آمدم یکم که دخترک خاله بخشش یک گپ بگونه که حیران مشی نه همین کرتت نمیفروشی کرتا ما؟ خیلی خود من خطی کرتا بگو کشته خودی را چی کارش میکنی؟ نه اگه خیلی کرتت در چشم بازی به بطف خوشروی بطف میگم که همین کرتت بخرم بخیر خود نام خطیش بخار آخه نه هم کرتت میخرم چی با اکر کرتا ما؟ آخه کرتت هم خیلی خوشروی تفتیسته میگم خیالم دو میشه که هم کرتت در تا حیف شده چی؟
نشستی میشم دیگه سلامتی خوب خیلی دریا رو تماشا کن خیلی مقصد دریای دهشتناک خیلی این اعصاب آرام میکنه و انسان را الهام میبخشه فهمیدی؟ سلامت باشی سلامت باشی همین اکرم نگاه که وقتی تماشا میکنی اهمیت دادگی ها چکل چشم نورش زیاد میکنه نوری چشم زیاد میکنه اکرم گاه خواهیم چکل یه هفته یه برنجا و میخوریم همینجا چق چق بکنیم صحبت بکنیم برای چی میگن که عشق به پایان است جان یا چیت پرسم بیا لای آده بیش نگاه بزنیم ها لای آده بیش 10 چی بپرس 15 چی بپرس اینه اصلا جان همین مقصد چیه که همین دریا من بیارم وقتی که تماشا بدی موی رو نگاه دیدی موی خیلی میکنه نگاه تماشا چه کسی خیده نگاه قربه خاله نگاه موی رو سمجیسه نگاه دیدی چه خیزی رو نگاه نگاه موی رو دیدی کپکا دارم دیدی انا مرحمت کده بشینه تماشا کنه انا چند سوالی داری سوال دادم بگیم یکون چه پرسیدنی باشه پرسیدم بگیم به جان یا چی پرسم میگن که اینا میده گناه من کو خیلی میگه خطی کاوالرمون تماشا میریم رستوران میریم پارک میریم خیلی می جایی رومانتیک میرونده انا من اهمیت دادم که 2 ماه دخمون گام میزنیم کو تو فقط کیک تماشا بگو اینو میجم یوتیوب تو یگان طرف خونه من نمیبری مقصد دگانه شما گفتن که کاوالرمون قطعی ما رستوران طرف خونه مقصد میریم یگان دچو میریم یگان ساحل یگان جا موی خیلی پای خیلی هرچی شما همراه سوال داشتین که چی با شما ما رو طرف خونه نمیبره اینجا میاره اینجا یه جایی که انسان در اولش که الهام میبخشه دیمیش که مستن مثلا من شما رو اگر طرف خونه برم فهمیدی اون طرف خونه هر یه اوقات بلازه داره دیگه یکم دوی من میزنی سیم چورب هم میزنی چکر هم میزنی زلین هم میزنی سلات هم میزنی شاشلیک هم میزنی تبکر هم میزنی دیگه او چنده عقلی تو نمیگیره که پلیره کی میتا